نویای چقدر یه خیلی پدنال تا در دینا گشتن یارو باید همش مختم کنم در کار. این زنی سالخورده ساکن دهه آبلیکی که ناحیه خراسان بیبی خال عارفова میباشد. این مادری علمزده از آن شکایت دارد که پسری عمه کلینش درینه شهباز پسرش فریدون 33 ساله را در روزی روشن کارت زده است. از این حادثه ناخوش قریب 20 روز سپری گشته باشد هم تا حال کسی به دادشان نمیرسد. سبب سر زدن این ماجرای خونین به گفته پیوندان جبر دیده تهمتی میباشد که خویش و تبار زنش در حق فریدون بافتند. زمانی در روسیه بودن فریدون همسرش سرینا از تلفن ینگه‌اش یعنی زنی پسری عمه‌اش و شوهرش زنگ میزده است. شب فریدون به همان رقم‌ها زنگ زده زنش را پرسان میشود. همین یک زنگ تلفنی باعث پیدا شدن شبهه و گمان‌های بد گشته کار تا به خانه ویرانی و فاجعه میرسد. شهباز همسرش را تهمت میکند که گویا با فریدون مناسبت‌های عاشقانه دارد و طلاقش را میدهد. برای اثبات کردن بی‌گناهی خود فریدون همراه دو جوره‌اش به خانه خویشاوندان زنش می‌رود. اما برابری از ماشین فرآمدن اول مادرش و سپس خود شهباز و فریدون در افتاده او را نو کارت می‌زنند. من همسری فریدون، نامم زرینه. وقتی که همین حادثه شد ما با مهمانی رفتیم. از این گپ و کار درک نداشتیم. شوهرم با من زنگ زد که جمعه گل همینجا گفتم ها اگر همینجا باشه گفت ما بچه‌شم میرم در کزاکینی. گویا که همسر شما با همسری من ایشا خودشون گفتگن ها وقتی که دستی من تلفن نبود تلفنی همسری وقتی من گپ میزدم یک شو این زنگ میزنه میگه که تلفن دست مینویسه دستی زنی مده نیست میگه خواهر جان میگه زنی وایره پای میگه نه اکا جان دستی مده نیست و خواهی میگه همی شوهرم نیست خونه در شوهری وای سهر میویه تلفنی رو میکوه که خواهی هم خیلی تو گپ زدی قطی وای ما در زنگ میزنه قطی ما جنگ میخورن که شوی تو میدونی امیره که شو تا سهر قطی زنی ما گپ میزنه میگم ها میدونم نه که شو تا سهر گپ زدگی نیسته وای چیزی باشه شوی ما میگم ما در چی گپ نیسته که همون تا و دختر سور کردن که قطعی گشتی افته تقریبا ساعت 8 بودم اول موبایلم آوردیم ماندم در خونه برام موبایلم آوردیم ماندم از مگزین مالچایده خریدیم آوردیم موبایلم ماندم خانه ندارم مسئولم گفتن نداره که اما زنگ همجا جنگ و جنجال میشه شما کنم مشکل خواب جنگ و جنجال میشه سوی خونه گفت خیلی نداره جنگ و جنجال میشه گفتم خیلی بگونه ها تا که خیلی تهمت میکنم یا سال زیاد شد که هم خیلی تهمت میکنم تلفن هم کردن هم خیلی تهمت کردن هرچی هر گپ خبری دروغ گوز دارم خیلی من رفتم کار بود که طریف آشنا گفته باشم ای گورگیشان تا کلونیشون فقط نکنم گفته باشم اما آشنا بازی میره و خیلی آیلم رو موندم رفتم که این آشنا تلفن کردم که اما آشنا رفتم گفتم خیلی گفته شما هم خیلی گوسودیم هرچی گوسودیم آشنا گفت نه همش دروغه من آشنا گفتم خیلی بیا بریم به کزد کنیم همش همجی است دیگه بچهش دارم اینجا بود بچهش هم گوز نگفتیم که بریم در کزد کنیم که من بگناه هم من نگفتم و گورگی تا کلانتان فلان نکنیم خیلی نکنیم که آمده ماشین فرام نفرام بوده یا تیاریشون دیده بودیم یعنی که دویم باره آمدن دویم باره بوده تیار شده دیگه بودیم ای ماشین بفرام نفرام و چش سر کردمش پاشون که بچهش هم دوید ای ماشین فرام در دستش کرد که دست مبارم کار دزشت کنم گفتم و چش سن کتیزن پارش کنم بوده پای خیلشی کتیم بچه غلطی دیم دیگه زنوکاشون بالا دم خیلی کردن ای کارت کتیزه دیگه نمیدونم خود جلوک شریف بکویش سوکینی همین شهره که اوی که خیلی رفتن اثبات کنی بالاتر رفته که همون شهباز در همون واقع همون چی واقع همون خونه مرکزدار همون جا در جایی چی های جایی دلخوش کنی یکو روسکتی بر میشه برداشتگی بود ای بری فوزیل گفت به رفیق من میرم بیو میگم شهر فوزیل رفت همچون رفیق رفت برو گرفت اکشم آمد گفت خیلی پشیمانی کنه ما پسی ماشین داشتم ما ایده ندیدم ای پشتش رفتیم این ماشین فرام نفرام دیگه که همین
کوچه همون شهباز به سری جرام دوید. وقتی به سری دوید ما گفتم ماشین رو پس ردت میکنم و ماشین رو میگیرم. همین ماشین رو بگیرم نگیرم گفتم که شهباز هم دید که اوچش کتی ای چسبید در فریدون چسبید با شهباز هم دوید اومد کرده چی سه کس غیلی دارم بعد دیگه زنکو هم ماشین رو غیلی دارم. ماشین و فاضل امیرعلیویچ ساکنی دهه خالاباد دهه خوشلیچ. این حادثه گویا 1 مینوت 2 مینوت شد ادسیله. شام بود ندیدیم که کورچای مثال کرد. همین در بیرون بود بیرون هم در روزی مردم پیش خانی خالش دارم که بعد یا آواز ایدهانی فهمیدم کورچای گفت بگیره در دستش گفت من خمار قطی زنکاشون جنجال کردسته بودم که من زن و بودخم قطی دین ایراسیه آمدم 1 سال باز در آسیا بودم که کورچا گفت که زنکار هم خیلی گفتم ای خدا کورچا دارد این سویستت بکی ولی هم داد زدن که کورچای گفتم گرفتم ای دستش کورچا را من خیلی عثمان دا میزنم گفتم خبیدم اینا چیلی کم تر یاره شده که سال شده است خیلی شد او روزاخی 2 هفته شد کورچا را گرفتم اوچه در بالای غلطیدگی بود وای بعد ای بالاش تو میگیرم گفتم زنکو هم ای دستم کورچا را گرفتم نمیدونم کجا کردم کورچا را گرفتم دیگه کورچا کجا شد میگیم کورچا نیست اوچش لباسش دارند ها که بوده ما کرده باشیم اون کارو لباسه خودشه؟ خودش لباسه خودش هم زنک دارند این ماشین تا اومد کی و ایوژه اینو کورچا خوردگی غلطیدگی من شهباز کورچا را ای دستم گرفتن و من شهباز رو خلاص میکنم گفتم که ایوژه غلطیدگی بوده بوده این تو دویده کدام اومد این جورم گیری رو بانیسا بود این هم خیلی حالتش بگم اوچه بود بچه خستم نه کورتش دراندم نه خیلی کورتش گیریم دران گفت این نگفت بینه گفت بچه گیریم رفته مدل گفت خست اومد با چه مقصد کورتش دراند؟ من نگم که شوی تو زده لیکن دراندنش شما خودتون دیدید که خودش لیکن شما باوری دارد که بین شوهر شما و دختر یگان چیز نیست؟ نه میدونید؟ شوهرم ما خودمون سازیم چی نیستیم و دخترم دختری خوب دختر نمازخوان یگام چی خیلی نیسته ای وای شوی ما باید دیدگی هم نیسته دخترم عموما دیدگی نیست؟ نه دیدگی هم نیسته